مثل هر کس را هم آسان نبود. برای بعضی ها انسان خوب بودم، برای گروه دیگر بد. اما انیق میدانم با همه یک خیل بودم و هستم. بعضی ها رو دوست داشتم که سزاوار نبودن. بعضی ها رو باور کردم اما سزاوار باوری نبودن. راست گفتم، دروغ شنیدم. خاموش ماندم، بد شنیدم. مردم را دوست داشتم ولی دل خودم خسته شد. فهمیدم که نه همه قدر میکنن، نه همه همدرد میشوند و نه همه ارزنده آنند که با تو راه روند. با بعضی ها حتی یک قدم گذاشتن حیف است. نه همه چیز را یافتم که جستجو میکردم. نه هر کسی ماند که امید داشتم میماند. رفیقان داشتم که در پشت تبسم نقاب داشتند. محفل های بود که در میانشان بودم ولی خود را تنها حس میکردم. بسیار گفتن نمیخواستم اما میگفتند. گاه درست بود، گاه ناسزا. حیات آموخت که خاموش باشم، زیرا نه همه سزاوار شنیدن راستی هستند. انسان عادی را ساده و ضعیف گمان میکنند. به رحمدلی مثل چیزی بی ارزش مینگرند. به خاکساری پستی. الله داناست هیچگاه تهمت نکردم. شاید برای بعضی ها ایدئالی نباشم، حق با شماست. انسان بی نقص نمی شود. اما امروز در 33 نمیتوانم بگویم که موفقم. اما انسان بودن را گم نکردم. دلم صدا نمیخواهد، فقط آرامش میخواهد. زیرا این قلب در برابر شادی و نشاط درد زیاد دیده است. گاه سخت خسته میشود، فقط آرامش. تمام.